السلام علیکم و رحمت الله. امروز 6 نفر بودن در این وضعیت ناآرام. راستی گپ خواهش کردن که اکای عبدالله جان خودت بیا. ما بعضا حالت خیلی برادرها که سخن میکنن ان شاء الله کوشش میکنیم که سخن برادرها را نشکنیم. این وقت یک نمود مضمون بوده که لیکن در هم درنمی همه موادش هست. الحمدلله ما سفر داریم 120 کیلومتر. شما هم سفری ما باشین. پیش از همه در زیر کامنتر در اخی ما دعا کنین، یا لایک مونین، پدیلیت سکنین. همون بچهای اوچایی که پیششون میریم ان شاء الله میریم در سر یه میز کرسی غریبانه شش قدشون چای مینوشیم. هر خواهشی دارن خواهشاشون رو اجرا میکنیم. فقط از شما چی میروه؟ از شما هم سفری ما باشین تا آخر نوارا تماشا بکنین ان شاء الله. که میریم بچهای اوچا از کجای وطن هستن با قدشون هم صحبت میشویم. رفتیم. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. نیت به کار خیر، لعنت به کار شیطان میگه. اینا در سایتافور هستیم. همراه شما میبینیم که آدرس نو پرتوفتن چند کیلومتر و چند ساعت ما در راه هستیم. اینا برادرها نشونته اولیتسا پابیدی کاشیرا. اینا نگاه کنین. الحمدلله که ما نگاه کنین. Прямо 2 километра. 2 ساعت 2 минут در راه هستیم. 111 کیلومتر. ای مکاد قطی میبرویم طرفای داماده دف. ای مکاد هم میبرویم، ای تسکاد هم میبرویم. خیلی طرفای استوپی نداره اینا کاشیرا. خیلی انشاءالله با دعا باشین، شما هم سفری ما باشین. ویدیو را تا آخر بار هم تماشا بکنین. ما میریم هر یک برادرها قدی صحبت کرده، یک صحبت غریبانه و دوستانه و فقیرانه و خیلی همه تاجیکانه بکنیم. الله یار مددگار فرمایید باشین. فقط ما هم سفر باشین. کار دنیا بهترین ایو، لیکن در مد اول باید نماز بستن. نماز عصر میخونیم، خدا خواسته باشه انا بار راه دوام میتیم. ولی 40 دقیقه دیگه هست ان شاء الله. نماز عصر میخونیم دوام میتیم. اینا الحمدلله ما به جا مکان رسیدیم. برادرانمون الحمدلله 6-7 نفر از نوحه عبدالرحمن جامی بودن. ای کویبش. اینا نگاه که خدمتای ما برای اینا چی میشه؟ حجامه را نگاه که الحمدلله. یازنا چی داری؟ صد خوبی. سازی اینا نگاه که انورا کویبش میگه الحمدلله. این برادرها هم زنگ زدگی شخصیت انا نفر بود. چه خیلی که میبینین الحمدلله در همین دور اومده الحمدلله خدمت میکنن، مهنت میکنن. نفقه پدر و مادرشون و مثال است روزی فرزندکاشون اونجا در میابن و اینها که خواهش کردن که بیاین اینجا ما هم سخنشون رو نشکستیم. الحمدلله اومدیم خدمتشون کردیم. حالی بعد خدمت بود کردن با اگر وزموجز باشه میریم با سری خونی غریبی دم میشنیم یا 4 تا صحبت تاجیکانه و فقیرانه و غریبانه میکنیم. الله جزای خیرتون بده. این الحمدلله میگیم که دسترخوان غریبی اینا بچکای و چه همش غریب، ما هم از جمله غریب در غریبستان هستیم. هر کی جایی باشیم الله نگهبانمون باشه. همه ما غریبا را اینا نگاه کنید که یک شیوه تاجیکی، یک سخن، یک لهجه تاجیکی، یک مهر و محبت که از همه دوری های دور ما را مهمونی دعوت میکنن. 120 کیلومتر الحمدلله اومدیم خدمتشون کردیم و این الحمدلله نگاه کنید که بهترین نعمت الله برای ما داده. بسم الله میگیم خطیب بچه‌ها یک میخریم. خدا خواهد در حق گذشته ها یا دعا میکنیم، در حق حاضرها هم دعا میکنیم که در هر جایی باشن الله حفظ شما میکنه. هر اون مشکلی که بالای سری برادرای ما میبیاد الله برآورده بگردونه، خیر بگردونه. بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بسم الله. باش بهترین